سلام علیکم هموطنان عزیز. امروز 24 اکتبر سال 2024 قرار داریم در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه تیمور و ما حاضر واخوردیم با استاد محترم رکتور این دانشگاه محترم محمد یارزاده عثمان. اکا سلام علیکم، خوش آمدید به گروه انگور و باغ ما امروز آمدیم به دانشگاه شما درباره همین گرمخانه های نامی شما که از طرف دیگر دولت ها آمده به شما همچون کمکی بشردوستانه ساخته شدن یک نقل کنید و چی کارها پیش برده شدن دانشگاه عموما در عاید ساحه کشاورزی و ساحه سبزیجاتی یک در دامه 8-10 دقیقه گپ زنیم که استادان ما چی کارها پیش برده شدن. تشکر. اکا اسکندر خوش آمدید. رحمت آمدید. شما یک شخصی هستید که خیلی برای معرفی کردن دستاوردهای عالی و متخصصان ساحه کشاورزی سهمی ارزنده داره. برای همین با شما فخر میکنیم و خوش آمدید که به دانشگاه ما اومدید. این دانشگاه اولین است، اولین در تاجیکستان است. ما 93 سال هستیم و سال 1931 تشکیل کرده شده است و اینجا تا همین دوره قریب 60,000 متخصصان رو به ساحه کشاورزی داده است. و متخصصان ما شما آگاه هستید در همه ساحه کار میکنن. بله. البته سیاست امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان آن 4 هدف اساسی که هست، 2 هدف آن به واسطه به ساحه کشاورزی پیوست است و یکی از هدفها تامین امنیت غذایی کشور است و دوم هدفی که به کشاورزی تعلق دارد این رشدی با صورت صنعت کنندی با صورت کشور است. این دو سهمی یعنی که وابسته است از متخصصان ساحه کشاورزی. وابسته به این در اساس اون سیاست امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان، سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان عایدی درهای گشاد یعنی که فعالیت خارجی جمهوری تاجیکستان درهای گشاد است، یعنی که با همه شرکت ها با همه اون دولت هایی که هستند که ساحه رو پیش میبرند، منطقه رو پیش میبرند، در اساس همون سیاست امروزی پیش گرفته سیاست خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان ما نیز همکاری ها رو پیش برده ایستادیم و همکاری های ما با اساسیت همکاری های کره جنوبی با آسیای مرکزی آغاز گردید و در اساس شرطنامه بسته با وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان ما با آنها همکاری رو براه ماندیم و در نتیجه در نتیجه همکاری های ما برای وارد کردن اصول های بهترین پرورش سبزیجات ها یعنی که در استحصالات ما تجربه ماندیم. یعنی که با دستگیری آنها 2 تا گرمخانه زمانوی، یک تاش با گرمخانه‌ای که زمانوی که هست که با اصول مقرری ساخته شده است و دویمش باشه دیگر این گرمخانه هست که با اصول هیدروپونیک یعنی که ساخته شده است. این معاصر است و در بسیار دولت‌های پیشرفته جهان خصوصا کره هم استفاده برده میشه. گر اینجا اهمیت داده که باشد معاصری آن از آن عبارت است که در 2 قبط عبارت ما باشد دیوار آن، یعنی یکمش کورپه هست یعنی که جایی که متای کورپگی هست اینجا هست که زراعت را میکند، دومش باشد که با طور کلیونکه هست که آن رو پناه میکند با همین چیز اصولی آن اداره کرده میشد و این جزها رو برید شده میشد پوشته میشد، همش با طور اتوماتیک کنونی یعنی که با همون کامپیوتر خودش حرارت رو اداره میکند، با ضروری حرارت رو اداره کردن آن پوشته شده میشد یعنی که اقلیمی اداره کننده است. و دیگر معاصری آن باشه دیگر این در بالای زمین است، همین اساس اون رستنی که کاکاس میگوییم همون رو باقی موندهش رو آوردگی هستن، ما اونجا آب پر کردیم و در نتیجه با انمی شلنگچه‌ای که خوردگی که هست برای اونجا غذا داده میشود، همینجا با همین نزد ریشه پیوست میشد و از اونجا اون چیزی که باقی مونده که میبرد آبی که میراد بعد نالزمی خودش که با اینجا میبراید. من اینجا نشان داده شده است، در هر یک پهلو نشان داده شده است آب‌های برآمدگی اون، یعنی که وقتی که میبراید این هم با طور کامپیوتر اداره کرده میشود، با طور کامپیوتر یعنی که علمون مرکزی اداره کنی دارد، اداره کرده میشود کدام وقت با کدام معیار آب دادن را. ما وقتی کامپیوتر یعنی که به نقشه گرفته میشد از طرف اداره کنندگان یعنی که معلمایی که اداره میکنن اون رو نقشه گذاری میکنن و خودش آب میدهد
غیزاکتی یک جایه میتید و در نتیجه من اینجا ببینید اگر ما یک چند سورت رو آوردگیم نوعی که ارسن از خارجی هم آوردگیم نوعی خودمون رو هم میکنیم اینجا حاضر باشد اگر علاقه همین شدگی شما دیده ایستادید در همین سوال اوج سیم حاصل رو شناندگی هستیم سیم حاصل رو شناندگی هستیم یعنی که ببینید یعنی اینجا نمودهای و یعنی که پمیدور شده است من این یکم قبطی گلکنی آنها هست یعنی که یکم قبطی گلکنی آنها هست و در عادی باشد اگر همین پمیدور 3-4 قبطش رو میگیرند و خلاص یعنی که حاصل میگیرند حالا در اینجا ما این رو نغز استفاده میبریم وقتی که در بالا من ببینید بستک شدگی است اون وقتی که پمیدور بلند میشود اون کشوده میشود هر یک اون یعنی که بی یگان آسیب دیدن پمیدور کشوده میشود اون آهسته آهسته کشوده میشود و اون رو پایان اون رو با گیر وای میکنیم چسبانده میشود وقتی که حاصل اینجا میپزد وقتی که حاصل اینجا میپزد یعنی که با گیر میپرتیم وقتی که حاصل میپزد در اینجا این رو اون رو جمع آوری میکنن از تنه رو از برگو از دیگر چیزها آزاد کرده بعد آنها پایان به میفرارند و همین خیلی ما تا 12-13 زینه رو استفاده میبریم یعنی که 12-13 زینه اگر با طور عادی کرده گوییم اگر اون نوعی که در زمینی کشاد میشود پمیدور در این جایی که میشود در گرمخانه میشود اونها قریب 3-4 مراتب زیاد حاصل ناکشان محصول ناکشان رو زیاد میکنیم و این اساسش چی است اساسش از اون عبارت است که این تجربه است تجربه علمی است و هم در اینجا عالمان تجربه میگذارونن و هم دانشجویا همین یعنی این کاری کردگی حاضر دیده ایستاده از شنانیدن عادی‌ترین تخمی در گرمخانه در اینکه در پرورده خانه گرفتن اون آورده اینجا نشونده و پوره نظارت کردن این از طرف دانشجو کرده میشد موقت استادی که رهبر هستند اون رو معین میکنند آنها در مهلت معین آمده همینجا کارهای تجربه درس‌های عملی اختصاص‌های باغ و تاک پروری دیگر در همین جا میگذرانند این یک وای میشد که علاقه متخصصی تیار کرده ما تصورات دارد آید همین 3 سال همین پمیدور با اصول گرمخانه کردگی آنها میتوانند در علاهیده آنها خودشون تشکیل کرده و همچون متخصص همچون مصلحتچی کار کنند و اینجوری در اینجا ما مرکز تکمیل اختصاص کارمندان ساحه کشاورزی داریم در اینجا باشه دیگر همون وقتی که درس میگذارد از دیگر جا تکمیل اختصاص میگیرن آنها آمده با اصول ما شناس میشوند با همین اصول این اصول رو ما میگیم خیلی اصول خوب است ثمرناک است اصولی که میتواند از یک میدان خود مثلا حاصل بلند را گرفته محصول ناکی آن را زیاد کردن آن را استفاده بردن ممکن است و کسی که میتواند که مثلا اگر یگان سوالی پیدا شود یگان مصلحتی پیدا شود دیگر میتوانند به دانشگاه مراجعه کنند متخصصای ما میتوانند در اونجا رفته آموزش گذارانند و حتی در ساختن آنها هم یعنی که سهم خود را گذارند و این مقصد از چی عبارت است که امروز متخصصی که ما تیار میکنیم باید که حتما با پیشرفت علمی ساحه کشاورزی آشنا باشد چون که خیلی من خودتون سفرها میکنید که اسکندر در همه جا میبینید همین حرکت میکنید که یعنی که همین تجربه بهترین رو نشان دید و همین نشان دید این از همدیگر آموختن است این یاد گرفتن است در اینجا هم دستاورد علمی هست هم در عملیات جاری کردن است در وقتی که ما یک جای هم عالمان هم متخصصان یک جای وقتی که کار میکنیم ما ثمره خوب میتید و این مساعدت میکند با زیاد شدن محصولات و تامین کردن بازار داخلی و اینچنین صادرات کردن بعضی محصولات های کشاورزی. استاد جان اکنون یک دو سوال میتونم که همه رو و گمانم همین سوال از میتید میخواهند فرقیت مزه پومیدوری که در گیدراپونیکا یعنی در زمین نه از زمین بلند با استفاده غذاهای صنعی یا که غذاهای مینرالی از مزه پومیدوری که در زمین میشود پرورده یکان فرقیت دارد؟ اگه اسکندر آخر حقیقت رو گیم یکان فرقیت قریبی که ندارد برای اونکه در اینجا آن هم روشنایی را گرفته میتوانند هم من لامپه های شناندگی هستیم روشنایی که در آفتابی میتید این رو گرفته میتوانند هم اون غذایی که هست همون غذا رو میتید و غذای آنها اساسا غذاهای بیولوژی هستند نه همشون شیمیایی هستند غذاهای بیولوژی استفاده می‌شود در اینجا بیولوژی که اصلیت بیولوژی استفاده و خناکی آنها بعضیشون تا 8%
تا 8% بعضا 10-12% هم برآمدگی هست. قندناکی و اشنو خیلی بامزه است. اکنون این چی است؟ یعنی که همین در همین وای اونقدر فرقیتی که همدیگر ندارد از جهت لذت، یعنی که خوب است. این درجه است که در همون موسمی که نورسوگی میشد، در مثلا دوره سردی آغازی میستوگیم، در همین جا این رو پرورش کرده میشود، در گرمخانه پرورش کرده میشود. این یک امتیاز بهتری این است که در می گرمخانه پرورش کرده میشود و حاصلی خوب به دست آورده میشود. یک سوال دیگر که اینم خلق میخواد، هم دائما این سوالو میتاد که استعمال انا همین خیلی پامیدور که به زمین روی شده است، اکنون من میدونم که ضرر ندارد، با آدمیزاد ضرر ندارد، یعنی که میگن ای سونی شده و این چی این همین نادرست و همین آدما فکر میکنن که همین نادرست است، پرورش شده است و خوردن در کار نیست. این چی میگی؟ که اسکندر همه چیز معیار دارد. همین جایی که از وایش دیدگی هستید اون مرکزی اداره کنی تو میلی گرمی هر یک ماده که ما میدهیم اون حساب کرده میشه. اکنون چی است؟ ما اگر حاضر هر جس در دوره معیار داده میشود. البته ما عالم هستیم، پیش از همه وظیفه ما برای سالمی انسان است. بله. ما باید متخصص باید که درباره پیش از همه حاصلی بلند گرفتن نه، در که همین حاصلی با صفتی که به انسان فایده آورد، یعنی که ضرر نآورد. این رو با البته ما هر یک علمای ما متخصصان در این سمت کار میکنن، البته کار میکنن. دیگرش هست که همین ثمرناک استفاده بردن زمین است. مثلا اهالی ما زیاد شده است، اهالی در جهان زیاد شده است. روز از روز طلبات انسان به مواد غذایی زیاد شده است. خورنده بسیار است. البته عادی کردگی زیاد شده است. اما ما زمین رو زیاد کردن نمیتوانیم. زمین محدود است. با تشکیلات کارخانه و دیگر آنها باز هم تعدادشون کم میشد. باید چی کار کنیم؟ باید مردم رو ما آن رو تامین کنیم. یعنی که هدف اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت غذایی کشور است. در همین جهت ما باید که راههای نو را انتخاب کنیم. اکنون چی باشد؟ همین خیلی اصولهای معاصری که میتوانند محصولناکی زمین را، حاصلناکی آن را در یک مثلا مساحت معین بلند میبرد، آنها را استفاده برده. با همین خاطر ما آن را این معنا ندارد که آن چیزی که نویگری هست که بعد انسان ضرر است، این نیست. یگان عالم، یگان متخصص ساحه کشاورزی به این عقیده نیست و در جهان هم در این عقیده نیست. چه شخصای علاهیده هستند که گپ‌های هر خیله میبرند که گویا تحسین میشن. نه، هر چیز معیار دارد. معیار اون رو اداره کرده میشد، معیارش و یعنی که رعایت کرده میشد، در نتیجه و بی ضرر است. من اینجا یک سوال دیگر. اویدی کوری همین دانشگاه تحت رهبری شما، من فکر میکنم که نه تنها پامیدور، در دیگر سمت ها هم بسیار کارها پیشرفته ایستاده است. البته در ساحه درخت چیز میوه پروری میوه هم ما در همکاری با شرکت ترکیه دویم سال میشود که باغ انتسیبی تشکیل کرده است. باغ انتسیبی در 1 هکتار باغ سیب است. 5 نوع سیب رو انتخاب کرده است و نیم هکتار یعنی که 0.5 گیلوس است و 0.5 گوشه‌دگر آلو است و این چونین 0.5 هکتار دیگر ما نهال خانه کرده هستیم. تک پیوندهای گوناگون رو آوردگی هستیم، در اونجا شیناندگی هستیم. من این سال باغ انتسیبی ما آهسته به کار در آمد، یعنی که سال دوم است به کار در آمد و یک مقدار علاقه نتیجه دلخور رو ما گرفتیم. یک مقدار نمودهای سیب رو گرفتیم و مزهش رو گرفتن دیگرش، یعنی که وای با طوری همین باغ سوپر انتسیبی هست و در اونجا پرورش کرده ایستاده است و علما هم در اونجا کار برده ایستادن. نصیب می‌رویم. البته مرحمت روید نگاه میکنیم و تا حتی میتوانیم در اونجا مثلا همچون برای کردن پیوند کردن نوهای آن رو استفاده بردن ممکن است. برای هم آلو رو هم گیلاس رو هم آن ما تک پیوندهای آوردگی هستیم که با طور اصول، یعنی که خوابانده اصول پرورش میکنیم و اون رو تا 18-20 سال همچون گرفتن تک پیوند استفاده بریم. در اون با جویش بر میشه. البته اصولهای آبیاری مثلا اصول آبیاری قطرگی که عنعنوی هست وابسته به عوض شوی اقلیم ما،
حاضر اقلیم عوض شده ایستاده است. ما باید که با اقلیم مطابق شویم، فعالیت ما رو مطابق کنیم و در نتیجه گرچند ما در سرگه دایره‌های بزرگ هستیم، لیکن ما باید که اقلیم رو استفاده باید ثمرناک استفاده کنیم آب رو و در نتیجه ما اصول‌های نوی مثلا آبیاری رو جاری کرده ایم. نوعی که استوار هستند با هم درختان، هم نوعی زراعت‌هایی که با اقلیم با خشکی استوار هستند، آنها رو استفاده بردن ما در کار و این چنین گرفتن 3-4 حاصل رو بر راه ماندن ما در کار که هرچی بیشتر ما توانیم محصولات رو بازار داخلی رو تامین کنیم. استاد یک سال دیگر وقتی من به نزدیکی ترکیه رفته آمدم، البته بگم شما تماشا کردم، گفتید سب‌هایی که من نشون دادم دیدید، همش نوک‌ها رو دیدید، همش توصیه میدید که ما آنها رو گلوس‌های پیشترین و سب‌های بهترین و نوک‌ها رو بیاریم در تاجیکستان زیاد کنیم. البته اکیز کردن همین اگر ببینید همین پامیدور رو میگیریم یا که بسیار زراعت‌هایی که میگیریم که آنها این منطقه‌های گوناگون جهان هستند، لیکن آنها رو انسانیت در نتیجه استفاده بردن، فایده آنها رو دیدن و در نتیجه عالمان آن رو با پهن کردن. با زبان بیولوژی این رو اینترودوکسیا میگن، یعنی که از یک جا آوردنی یک نوع یک نمودی زراعت رو به دیگر جا آموختن است. و ببینید که در بسیار زراعت‌هایی که غیر معمول بودن، ما مثلا کارتوشکا، مثلا جواری مکه، آفتاب پرست، پومیدور، این چیزهایی که غیر معمول بودن آهسته آهسته در وی ما داخل شدن، در وی ما داخل شدن، یعنی که حیاتی ما داخل شدن، در روزگاری ما داخل شدن و حاصلی خوب داده شدن. البته اون چیزی که میبیارید و حتما البته شما باید آموزش میکنید. آموزش ما باید آموزش کنیم و نوعهای بهترینش رو با انتخاب کنیم در شرایطی ما انتخاب کرده شد. اگر نگاه کنید معاملات شما اینستیم که شما با خوبتر میدونید در تاجیکستان 11 منطقه اقلیمی است که با خصوصیت‌های اقلیمی خود خاص دارد و همدیگر فرق میکنند. ما باید که اون نوعهایی که میبیاره اون رو در شرایط تاجیکستان آموزیم و به متخصصان پیشنهاد کنیم، به دهقانان پیشنهاد کنیم. این یکی کارهای بهترین است. تمامی جهان با عالمان متخصصان همین کارها که جلب هستند، یعنی که از یک جا بیارید و یعنی که باز وای اگر تماند که با مطابق شد و حاصلی خوب در شاید ما این بهترین است. احسن به همون شخصی میگن که از یک خوشه دو خوشه رویانیده است. رحمت استاد بزرگ، من همه وقت یاردمچی شما هستم، یاردمچی علم‌ها هستم. در تاجیکستان ما علم‌های بزرگ هستند، همه علم‌های ما علم‌های بزرگ هستند. من یاردمچی شما هستم، همه وقت در خدمت شما. برای این برآمد، برای این یک درسی که شما با ما دادید، حاضر یک جهان تشکر به شما. انا معلم جان، من باز پیش شما میبیام، مراجعت میکنم. باز اگر یگان خدمت‌ها شد من به شما مراجعت میکنم و من کمک رسونید در این ساحه. مالش تشکر. در دانشگاه اگراری تمام متخصصان سایه کشاورزی هستند. ما آماده هستیم به همکاری با متخصصان. فقط خواهش کرده میشود که همین چیزی که هست از جهت علمی ما آموزیم، آن رو تطبیق کنیم. در علم ما آموزد، همون همکاری کنیم با دهقانان، یک جویه وای کنیم با دهقانان کنیم که تا که ما هم توانیم سطح کشاورزی خودمون رو از جهت علمی اساسناک کرده در عرصه جهانی برونیم. و وقتی که پیشروی معظم ملت در کجایی که میرن در سفرهایشون اول سوال میتونن با عالما مصلحت کردین، با عالما مصلحت کنین، توصیه میتونن. این از آن گواهی میتواد که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت توجه آن نسبت عالما متخصصان سایه کشاورزی خیلی بلند است. بنابراین ما حرکت میکنیم که اون سیاستی که امروزه که پیشروی معظم ما گرفتن نسبت خصوصا پیشرفت سایه کشاورزی آن را عملی کنیم. تشکر برای آمدنتون، خوش آمدید. یک جان تشکر به شما معلم جان. خب استاد بزرگ، رحمت شما و همداران عزیز، این بود برآمده رکتری دانشگاه اگراری تاجیکستان برنامه شیرین شاه تیمورف. رحمت به دقتتون.